دادگاه نهایی کیروف شهر نوسیبیرسک روسیه روز 19 ینور سال 2024 زاده تاجیکستان نصرالله خوجه منورов 44 ساله را بر اساس قسم 3 ماده 3 و قسم 1 ماده 105 کودکس جنایتی روسیه در سوی قصد به کشتار گناهکار شناخته به 7 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. منورов به آن گناهکار دانسته شد که شب 8 ماه سال 2023 دختر 20 سالش را دیده و دانسته از بالکن قبت پنجم بنا به زمین پرتافته است، ولی دختر هرچند جراحت‌های زیاد برداشت زنده ماند. خود منورов در جریان تفتیشات و در دادگاه گناه را به گردن نگرفت و اصرار می‌ورزد که دخترش در زندگی شخصیش بعد ازدواج مشکل داشت و از این رو خودش قصد خودکشی کرده است، ولی دادگاه به این فرضیه باور نکرد. بنا به فرضیه تفتیشات شب 7 به 8 ماه سال 2023 منورов 44 ساله در حالت مستی در خانه‌شان دختر 20 سالش را لطوکوب کرده است. صدای داد و فریاد را شنیده زن همسایه آمده است که دختر را از زیر مشت و لغت پدرش نجات، ولی منورov راه فرار را از خانه برای دخترش محکم کرده او را به درون خانه تیله داده است و در را بسته است. دختر برای نجات از مشت و لغت به بالکن گریخته است و از بالای دیوار بالکن گذشته است با این امید که این کارش شاید پدر بجالش را از ادامه بدرفتاریش منع کند. اما منورov آمده از دستان دخترش داشته است و او را چند لحظه در هوا معلق نگاه داشته سپس سر داده است. دختر بیچاره از قبت پنجم بنا به زمین افتاده به صورت معجزه‌آسا زنده مانده است. ستونموره دختر در نتیجه افتادن آسیب دیده است، ولی طبیبان سر وقت به وی کمک رساندند و از مرگ نجات دادند. تفتیشات میگوید محض کمک سر وقتی طبیبان و نیز فوراً به جای حادثه رسیدن کارمندان پلیس باعث شد که منورov سوی قصد به کشتار دخترش را تا به آخر رسانیده نتوانست. در جریان تفتیشات منورov به بیگناهی خود اصرار ورزیده و گفت که دخترش میخواست خودکشی کند، ولی اهل خانواده‌اش به ضد او بیان دادند و گفتند که او حضرت زیاد مشروبات می نوشید و در حالت مستی خود را اداره کردن نمی توانست. در نهایت دادگاه او را به 7 سال زندان محکوم کرد تا در این مدت به عاقبت‌های رفتارش بیاندیشد.